صبح شاکرجان 15 ساله در روزهای تعطیل با تشویش شروع می شود. تا آغاز سال خانه‌ای چند روز دیگر باقی مانده است، اما او تا حال لباس مکتبی ندارد. پس از نهاری خاکسارانه مادرش به چای فروشی می رود. چای خنکی که برای میزاجان در این فصل گرم تابستان پیشنهاد می شود، صبح مادرش آماده می کند. چای شری کروبکه هر چی فروخته جمع دارم برای مکتب سر پا خریده. کستان بروگ همی سال 500 سم شده. بعد دفتر روچکه و چیزه. سوما جمع کنیم بعد کارون قطعی و چند بیره میخریم. خدمانده و خواهرانده. در تاجیکستان بر طبق قانون شاکرجان نباید کار کند. مادرش را جریمه تهدید میکند، اما او میگوید یگانه راه دریافت مبلغ لباس و جهاز مکتبی است و نمیتواند از آن دست بکشد. یکم بار دیسک فروشی در قاپیدن و یک جورا ما فریاد کردن. او رفت، من خیال میگیره که من رفتم که هر دو من قاپید. بعد این بار در پاکت فروشیم قاپیدن. سه بار چای فروشیده. می بردن ندل میگه سودا نکنین میگه. مدارم فریاد میکنن، اشتراف میسپارن، دلا میکنن، تمام. رابعه مرادова مادر شاکرجان او و 4 خواهرش را سالهاست تنها تربیت میکند. او میگوید پدر کودکان چند سال پیش می زده شد و ترک فرزندانش کرد. به وای رساندن 4 کودک برای او خیلی دشوار شد. یک روز هم تا گریه داشتم، اوچه برای چی گریه میکنی؟ گریه نکن، ما خود بکلچکچه میاریم چویم دم که یکی میگیرم. من نیم لیتر چه ده، اول نیم لیتر چه ده دهم کردم 5 تا دادم. داوی در فروخت اومد بچه کم گفت که اوچه گفت ایسا پس چوی کن. گفت من برده میگیرم. گفت زندگی من سوز میشه. من گفتم مایل بچه همین قطعی اینا بچه من 7م خونشی تا حال حاضر مهنت میکنن. بجز چای فروشی شاکرجان از هر جا کارتون جمع‌آوری میکند و به نقطه‌های قبول میسپارد و در باغ فراغت دوستی خلق‌ها پوفک میفروشد. از فروش پوفک در یک روز 5 سامان و در مجموع از همه فعالیت‌ها روزانه تا 20 سامانی برایش باقی میماند. سوم خانه‌مان میره، سوم لباسامون میخریم، همین چیزا. مثل دیگر همسالان دلش به بازی‌های کامپیوتری و یخماس و دیگر دلخوشی‌ها رغبت دارد. می‌خواهد لباس با صفت و قیمت به بر کند. احساس مسئولیت پیش آینده خود و مادرش را وامی دارد در خرج دستمزد خود از احتیاط کار بگیرد. میریم بازار قطعی چم، نمی لباسا قیمت نمیخریم. میریم میکاویم، میبینیم ارزان باشه میخریم، قیمت باشه نه. اون سال سمکه قیمت بود. گفتن بخر و چند شدم گفتم نه نمیخرم ارزان میخرم. گفتم رفته سمکه 25 تومن خریدم. سال نو تحصیل در تاجیکستان 1 سپتامبر آغاز می شود و بیش از 2 میلیون خواننده باید با لباس مقرر کرده وزارت مالی و علم به درس حاضر شوند. خراجات تهیه جهاز مکتبی برای یک خواننده در تاجیکستان وابسته به وضع اقتصادی والدین فرق می کند. برای عائله‌های کم بضاعت تهیه لباس و دیگر مواد مکتبی برای یک خواننده به حساب میانه 400-500 سامانی را تشکیل می‌دهد. برای فرزندان عائله‌های دارا 1000-1200 سامانی و بیشتر از آن خرج می‌شود. با این همه شاکرجان یوسف امید دارد که تا شروع تحصیل برای سر و لباس مکتبی مبلغ درکاری را جمع می‌کند. او می‌گوید در آینده نیت طبیب شدن را دارد و برای عملی کردن این آرزوی خود به هر مشکلی طاقت میکند. سر کلام بشم، دکتر بشم، آچم، خواهرم کسال شوند اگر به پا چشان لیچه میکنیم.